سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی. عرضم به خدمتتون دوستان، توی این کلیپ بسیار بسیار فوق‌العاده، یعنی من یه حجت رو تمام کردم. شما بعد از دیدن این آموزش به راحتی میتونید هر حساب پراپی رو پاس بکنید، به سادگی آب خوردن. فقط و فقط باید به نکاتی که بهتون میگم خوب دقت کنید و اونا رو رعایت بکنید. اولا یه توضیح بدم حساب پراپ چیه، اصلا پراپ چیه. ببین، یک سری شرکت ها هستن که میان به شما سرمایه میدن، میان به شما یک سرمایه میدن و شما با اون سرمایه ترید میکنی و حالا یک درصدی از سود رو که معمولا 80%، 85% هست رو به شما در واقع پرداخت میکنن. سازوکار این شرکت های پراپ به این صورت هست که شما باید بابت اون مقدار پولی که میخواید از اون شرکت دریافت بکنید برای ترید داخل آزمون یا چالش شرکت بکنید، که معمولا هم دو تا چالش وجود داره. حالا بعضی از پراپ ها در واقع مرحله تک چالشی هم دارن، حالا من کاری ندارم، من مثالم در رابطه با دو تا چالشی است. خب معمولا دو تا چالش برگزار میکنن. شما اگه داخل چالش اول و چالش دوم موفق شدی، میان و حساب ریل در اختیارت میذارن و شما رو حساب ریل ترید میکنی. اما شما بابت این که بخواید در این آزمون ها و این چالش ها شرکت بکنید باید یک هزینه ای رو پرداخت بکنید. حالا متفاوت هست. برای اکانت 10K معمولا من خب شرکت سرمایه گذار برتر رو مثال میزنم چون خودم من با این شرکت کار میکنم. مبلغ $88 شما باید پرداخت بکنید. پرداخت میکنید، چالش اول و چالش دوم رو پاس میکنید. اگه موفق شدید پاس کنید، در واقع عرضم به خدمتتون که حساب ریل رو به شما تحویل میدن و شما روی حساب ریل ترید میکنید و بعد از اون میتونید سود خودتون رو با توجه به قوانینی که داخل این پراپ وجود داره برداشت کنید. اما اگه این چالش ها رو ببازید موفق نشید، خب $88 شما سوخت شده. پس باید فردی داخل این پراپ ها شرکت بکنه که حرفه‌ای باشه و یک استراتژی درست و حسابی داشته باشه تا بتونه این چالش ها رو پاس بکنه. این از پراپ که اصلا چی هست. خب حالا بریم سراغ بحث شیرین در واقع استراتژیمون که این استراتژی ما شامل چه مواردی میشه، چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم. ببین، اون چیزی که برای پاس کردن پراپ لازم داریم مدیریت سرمایه است. پراپ با مدیریت سرمایه تو بیشتر کار داره تا استراتژیت. حتی اگه استراتژی تو وین ریت پایینی داشته باشه، دیگه داغون دیگه 50 دیگه داغون ترین استراتژی 50-50 که تو بیای یه سکه بندازی شیر و خط بخری بفروشی، دیگه داغون تر از این دیگه نداری. خب پس مدیریت سرمایه تو مهمه. تو اگه مدیریت سرمایه درست و حسابی داشته باشی میتونی پراپ تو به بهترین شکل ممکن پاس بکنی. اما استراتژی که من دارم ازش صحبت میکنم، من بهت قول یک هفته‌ای دادم، یعنی گفتم آقا تو یک هفته‌ای پاس میکنی پراپت رو. این شعار نیستش، این تو عمل انجام شده. تو یک هفته‌ای میتونی پراپت رو پاس بکنی. فرقی نداره تو چه شرایطی هستی، حرفه‌ای هستی، 2 سال تو بازاری، 4 سال تو بازاری، 10 سال تو بازاری، 20 سال تو بازاری، هیچ فرقی نمیکنه. تو فقط مفهوم خرید و فروش رو بلد باش، تو مفهوم
چه میدونم تو بلد باش اصلا یا یه دونه چارت باز بکنی، تو کار با در واقع متا تریدر رو بلد باش، تو کار با تریدینگ ویو رو بلد باش، بلد باش چجوری اندیکاتور اضافه کنی، بلد باش چجوری خط و خطوط رسم کنی روی چارت، واقعش حله. در این حد تو 1 ماه 2 ماه هم کار کرده باشی به راحتی میتونی استراتژی رو آموزش ببینی، چون استراتژی من کاملا مکانیکیه، کاملا مکانیکیه. در رابطه با مکانیکی بودنش صحبت کردم، جالب شد بهتون توضیح بدم. ببینید استراتژی های زیادی وجود داره، استراتژی های زیادی وجود داره که عرضم به خدمتتون که بر مبنای شهودی بودنه. یعنی که آقا دیدگاه من، فرض کن من یه استادی اینجا دارم، با رفیقام میام آموزش میبینم، خب اون استاد 1 مبحث رو آموزش داده، مثلا پرایس اکشن و آی سی تی و اسمارت مانی و هر چیز دیگه یک من حالا اسمش شاید ندونم آموزش داده. حالا یک چارت میارن میذارن جلوی من، دیدگاه من با دیدگاه رفیقم که پیش همون استاد آموزش دیدیم ممکنه فرق داشته باشه. متوجه میشی؟ دیدگاه فرق داره، نقطه استاپ فرق داره، نقطه تیپی فرق داره، نقطه ورود فرق داره. پس این یک استراتژی مکانیکی نیست. من اگه بیام اینجا ورود بکنم، اون استاده مثلا میاد میگه آقا اشتباه ورود کردی، مثلا طبق این مورد نباید ورود میکردی. پس این استراتژی نیست که من بتونم از این استراتژی در واقع تو بازار پراپ، در واقع تو حساب پراپ استفاده بکنم. استراتژی که باید تو استفاده بکنی داخل حساب پراپ باید مکانیکی باشه، مکانیکی باشه، نقطه ورودت مشخص، نقطه خروجت مشخص، استاپت مشخص، که مثل یک ربات عمل بکنی، درگیر احساسات نشی. فقط و فقط باید احساس و رفتار رباتگونه داشته باشی تا بتونی پراپ پاس بکنی. این از این مورد. عرضم به خدمتت که توضیحاتی در رابطه با استراتژی بدم. گفتم اندیکاتور بتونی اضافه بکنی. حالا تو ذهنت به این فکر نکنی که من استراتژیم بر پای اندیکاتور، نه، اصلا اینطور نیست. استراتژی که حالا قرار است آموزش ببینی بر پایه نقاط برگشتی بازاره. یعنی شما میای یک سری اوردر بلاک ها رو مشخص میکنی که تو خودت مشخص نمیکنی. اندیکاتوری بهت آموزش دادم، بهت یاد دادم که اون برات مشخص کرده. یعنی اوردر بلاک مشخص، اسمارت مانیه، در واقع اسمارت مانیه، اندیکاتور نیست. پس سبکی در واقع منطبق بر اسمارت مانیه. اوردر بلاک مشخص که بتونی نقاط برگشتی بازار رو پیدا بکنی و میای توی تایم فریم پایین‌تر تاییدیه میگیری. تاییدیه از چی میگیری؟ اون هم باز در واقع از پرایس اکشن و سبک اسمارت مانیه. میاد نقاطی که در واقع بازار تغییر ساختار میده رو برات مشخص میکنه. تو تایم پایین بازار تغییر ساختار میده، تو تایم بالا که ما اون اوردر بلاک رو دیدیم منطقه رو مشخص کردیم. آقا منطقه مشخص شد، قیمت از اینجا قراره بره بالا یا بیاد پایین. خب منطقه رو مشخص کردیم، حالا میایم تو تایم پایین‌تر تاییدیه رو میگیریم با تغییر ساختار و ورود میکنیم به معامله. خب ورود میکنیم به معامله، تموم شد و رفت. حالا این پاورپوینت رو توضیح بدم چی نوشتم. تارگت اول 8%. توی تمام حساب‌های پراپ 2 مرحله‌ای اکثرشون 8% تارگت اول میخوای تو. یعنی اگه حساب $10,000 باشه باید $800 سود بکنی تا چالش اول رو پاس بکنی. چالش دومت 4%، یعنی باید با 10,000 تا $400 سود بکنی. ضرر روزانت چقدره؟ حد ضرر روزانت 5%. یعنی تو در واقع اجازه نداری 5% یا مثلا $500. من مثلا همه با $10,000 مثلا همه با بالانس 10,000 تاست. اجازه نداری با در واقع استاپلاس $500 روزانه معامله بکنی و از حد ضرر کلی تو 12%، یعنی $1,200.
خب این که از این که میدونیم. در رابطه با اهمیت مدیریت سرمایه و ریسک هم به توضیح دادم. مدیریت سرمایه رو که بهت گفتم و مدیریت ریسک. ببین تو توی حساب پراپت سبکی که من دارم بهت آموزش میدم، استراتژی که من دارم بهت آموزش بدم رو فقط و فقط حق داری هر پوزیشنت 1% ریسک بکنی. یعنی استاپت 1% سرمایت باشه. یعنی اگه $10,000 داری باید استاپت $100 باشه. استاپ هر پوزیشن چقدر؟ $100، نه کمتر نه بیشتر، $100. ریوارد چنده؟ ببین ریوارد 4. ریوارد 4. خوب دقت کن. با ریوارد 4 تو اگه استراتژیت وین ریت 50% هم داشته باشه خیلی 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 جلویی. یعنی سودی که از بازار میکشی بیرون. پایین برات مثال زدم، اینجا رو نگاه کن، نوشتم برات حساب 10K. خب ببین من فرض گرفتم وین ریت 50%، در صورتی وین ریت 50% نیست. وین ریت این استراتژی 70%. 70%، 70 خورده درصده. متوجه میشی؟ 70 خورده الی 70%. من بدترین شرایط رو در نظر گرفتم. بدترین شرایط یعنی چی؟ یعنی وین ریت 50%. خوب دقت کن. $100، $100، $100، $100. من فرض میگیرم 10 تا معامله زدم، 5 تاش استاپ خورده، 5 تا 100 تا میشه $500، منفی 500 تا ضرر. خب از اون بر 5 تا تیپی خوردم، یعنی ریوارد 4. یعنی چقدر سود؟ یعنی $400. یعنی تو هر پوزیشن من چقدر سود گرفتم؟ 400 تا. 5 تا 400 تا میشه مثبت $2,000. خب 2000 تا سودم، 500 تا ضررم. برآیند چی میشه؟ 1500 تا سود. تموم شده رفت. این قدرت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک. ببین من اومدم یه ریوارد 4 گرفتم، بدترین شرایط رو با استراتژیم در نظر گرفتم، 50%. در آخر $1500 سودم. به همین راحتی. حالا تو چقدر میخوای تارگت اول پاس بکنی؟ 8%. 2 برابر تارگت اول گرفتم تقریبا. 2 برابر 800 تا میشه چقدر؟ 1600. تقریبا 2 برابر من گرفتم. دیگه چی بهتر از این؟ چی بهتر از این میخوای؟ خب به همین راحتی. حالا پس متوجه شدی چرا بهت میگم میتونی تو 1 هفته پاس بکنی. حالا شانس تو بیاد 2 تا پوزیشن پشت سر هم تیپی برات بخوره. چی میشه؟ یه 400 تا گرفتی، یه 400 تا دیگه هم گرفتی، 800 تا سود. خدا بده برکت. چالش اول پاس شد توی 2 تا معامله. حالا اگه خیلی بد شانس باشی بیا 10 تا معامله بزن، 1 هفته طول بکشه. روزی دیگه بالاخره 2 تا معامله بهت میده. تو بیا 10 تا بزن. آخر سر 1500 تا هم سودی. تازه کمتر از 1 هفته میتونی پاس بکنی. من 1 هفته در نظر گرفتم $1500. تو 3 روزه میتونی، 4 روزه میتونی پاس بکنی. به همین راحتی. اصلا تعجب نداره. ببین بیا اینجا، برم اسلاید بعد. خب اینا رو که من بهت گفتم، توضیح دادم. استراتژی کاملا مکانیکی، وین ریت استراتژی وین ریت 50 نیست، بالاتر از 50، 70 خورده درصد وین ریتش. خب فرض من برای تمام مواردی گفتم حساب 10K بود. ریسک تو هر پوزیشن 1%. حساب 10K باشه $500 ضرر، 2000 تا سود. برآیند 1500 تا سود. نمیدونم چرا اینجا آوردم، برای اینا رو تو اسلاید قبل کامل توضیح دادم دیگه. خب متوجه شدی؟ به همین راحتی شما میتونی حساب پراپ رو در عرض 1 هفته هر مرحلهش رو پاس بکنی. حالا دیگه بری مرحله دوم 4% که چیزی نیست، شاید تو همون 1 روز پاس بکنی، اصلا شاید تو همون پوزیشن اول پاس بکنی. ولی خب بعضی از پراپ ها میگن آقا شما باید 5 روز معاملاتی حداقل داشته باشی. خب اشکال نداره، 5 روز معاملاتی میخوای، پاس کردی، روزهای آینده رو حجم 100 بزن، 100 بزن، بعد 1 دقیقه ببند، تموم شد و رفت. خب من یه استاپ بزنم ویدیو رو که برم استراتژی رو بهتون توضیح بدم، برم رو تریدینگ ویو استراتژی رو بهتون توضیح بدم. خب آقا اومدیم سر وقت استراتژی.
اولا من یه چیزی بهتون بگم، من اینو خب میذارم توی گروه، من هنوز گروه رو نزدم، خب میذارم توی گروه، یه گروه اول میذارم داخل گروه، اونایی که میخوان استفاده بکنن عضو گروه میشن و عرضم به خدمتتون که هر سوالی اونجا بود بپرسید داخل گروه تا دوستان دیگه هم، حالا یا من جوابتون رو بدم یا دوستان دیگه جوابتون رو بدن، اونایی که وارد ترن. خب توی گروه با هم بحث و تبادل میکنیم تا همه چی دستتون بیاد دیگه، متوجه روند کار بشید دوستان. خب حالا بریم سراغ توضیحاتمون. ببینید تایم فریمی که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم تایم فریم 1 ساعت است. اینجا تریدینگ ویو، سایت تریدینگ ویو، تایم فریم 1 ساعته. خب حالا چه چیزهایی نیاز داریم؟ ما 2 تا اندیکاتور بیشتر نیاز نداریم، 2 تا اندیکاتوری که مبتنی بر سبک اسمارت مانیه. از این اندیکاتور چرت و پرت و آتشخال نیستش. خب میریم سراغ اندیکاتور و از قسمت سرچ من اینجا چند تا اندیکاتور اضافه کردم جزء اندیکاتورهای محبوبم. خب شما از اینجا میتونید سرچ بکنی اسمشو، من میارم بهت نشون میدم. خب اندیکاتور اولی که نیاز داریم ببینید اینه، پرایس اکشن والیومتریک اوردر بلاک، دقیقا همینو. خب همینو، این هم اسم توسعه دهندشه، ببین این آبی رنگه، دقیقا همین متنو که اینجا هستش رو تو این قسمت سرچ کن. خب تو این قسمت سرچ اسمشو سرچ کن، میاد برات بالا، روش کلیک میکنی به چارتت اضافه میشه اینجا به همین راحتی. ببین اینجا واسه من اضافه شد. اندیکاتور دوم اینه، میای دوباره اینجا ببین اینه MXWLL پرایس اکشن فلان، ببین یه ای پی هم داره ها، یه ای پی حواست باشه، ای پی هم داره، اینم مثل توسعه دهندشه. اینم اضافه کن، اینم اضافه کن. خب به همین راحتی. اینو بعد یک سری تنظیمات روش انجام بدی. این اندیکاتور دومیه رو ببین، این اندیکاتور دومیه اینجاست، میام اینجا رو مثلا تنظیماتش میزنم، میخوام از شلوغی درش بیارم. خب زیاد شلوغه، من از شلوغی درش بیارم. این تیکا رو بردار، ببین این تیکو بردار، عرضم به خدمتت که این تیکو بردار، اینو بردار، اینا رو بردار، همه اینا رو بردار، همینا رو بردار دیگه، فقط اون چند تیک بمونه که مشخصه دیگه. ببین اینا فقط بذار بمونه، بعد اوکی رو بزن، تمام شده رفت. همین دیگه، تنظیمات دیگه ای نمیخواد. ببین این اندیکاتور اولی که اوردر بلاک ها رو مشخص میکنه با میزان سفارش ها، قیمت به این اوردر بلاک ها واکنش نشون میده. آقا اگه سبک اسمارت مانی کار کردی که میدونی اوردر بلاک چیه. اوردر بلاک جاییه که میزان سفارشات زیادی اونجا کاشته شده. ببین اینجا میزان سفارشات خرید زیادی هستن، یعنی قیمت اینجا بیاد قیمت رو برمیگردونه و یه منزل هم نیست که 100% برگردونه ها. اصلا ممکنه خیلی راحت قیمت اینو بشکنه، اصلا بدونی که اصلا مقاومتی کنه یا اصلا پول بکی بزنه بشکنه بیاد، خیلی راحت مثل آب خوردن یک کندل بزنه بشکنتش. پس وحی منزل نیستش، به این مورد دقت بکن. خب پس قیمت به اینا واکنش نشون میده. ببین قیمت اومده اینجا به این بالایی واکنش نشون داده ریخته، اینجا واکنش نشون داده ریخته، به همین راحتی. حالا باید چیکار بکنیم؟ میای تو تایم 1 ساعت، ببین فرقی نمیکنه جفت ارز چه میدونم شاخص، ولی یه چیزی من بهت بگم، بهتره روی جفت ارز کار بکنیم اون اولش خودت، چون جفت ارزا رفتار خیلی نرمتری دارن. طلا وحشیه، چه میدونم شاخصا وحشیان. بیا همون اول که تازه هم داری کار میکنی بیا رو جفت ارز فقط کار بکن. جفت ارزا رفتار خیلی نرمتری دارن، باشون میتونی خیلی راحت‌تر برخورد بکنی. خب اومدیم رو جفت ارز پوند یو اس دی. ببین اول فرض میکنم من لایو بازار اینجا، ببین دارم فرض میکنم لایو بازار، قیمت میاد اینجا، ببین خوب دقت کن به این
نشانگر موسمن، قیمت میاد اینجاها. وقتی قیمت اومد اینجا تقریبا این اندیکاتور شکل میگیره، یعنی اوردر بلاک رو برای من اینجا مشخص میکنه. پس قیمت وقتی مثلا اینجا هست من میدونم اینجا یه اوردر بلاک دارم، پس من میتونم منتظر بمونم که قیمت به اینجا برسه ببینم چه واکنشی نشون میخواد بده، فرض میکنم. ببین اینجا رو نگاه کن، قیمت اومد. ببین حتما دقت کن، قیمت باید بیاد تاچش بکنه، حالا یا میخواد با بدنه بیاد یا با شادو بیاد. حواست باشه تاچ نکرد حق نداری استفاده بکنی ازش. قیمت حتما باید بیاد تاچ بکنه. ببین اومده اینجا تاچ کرده، حالا یا بادیش هم میاد کلوز میکنه اونجا، یا نمیاد فقط یه شادو میاد میزنه. حالا مثلا اینجا فقط شادو اومده زده با یه کندل حالا دوجیه چکواشه چه میدونم، من اسامی اینا رو بلد نیستم، من فقط یاد گرفتم آقا از این بازار سود بگیرم ترید بکنم. اسمش هر چی میخواد باشه، دوجیه، همره، فرقی نمیکنه. یه کندل خلاصه تاییدی است که اونم مهم نیست آقا، کندل تاییدیه باشه تاییدیه نباشه، فول بادی باشه، چه میدونم یه کندل خیلی کت و کلفت بدون شادو باشه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که آقا بیاد اینجا برای من حالا اینو تاچ بکنه، یا بالاش میخواد کلوز کنه، پایینش میخواد کلوز بکنه، خلاصه اینجا باشه، این به اینجا واکنش نشون داده باشه. همین آقا، همین، فقط واکنش نشون داده باشه. خب من اینجا لایو بازار میام اینجا، خب اینجا رو مشخص میکنم. این تایمم 1 ساعت است، حواست باشه. میام با این حالا مربع اینجا رو، این محدوده رو مشخص میکنم. خب اینجا رو مشخص کردم که چی بشه. ببین من که اینجا رو ندارم، من اینجا رو دیدم، خب واکنش نشون داد. میرم حالا تو تایم پایین. کدوم تایم؟ میام تایم 1 دقیقه میزنم، 1 دقیقه میام 1 دقیقه رو میزنم ببینم چه اتفاقی افتاده اینجا. میام تایم 1 دقیقه رو میزنم ببینم چه اتفاقاتی اینجا افتاده. ببین تایم 1 دقیقه است، این همون مربع من تو تایم 1 ساعت است. من اومدم تایم 1 دقیقه. خوب دقت کن، میخوام به چی بگم. خب ببین قیمت اومده اینجا، من از اینجا به بعد رو ندارم. ببین من الان اینجا رو دیدم، درسته؟ ببین من اینجا تایم 1 دقیقه منه. خب منتظر میشم. منتظر چی میشم؟ منتظر این میشم که بازار تغییر ساختار بده. یعنی چی تغییر ساختار؟ یعنی اینکه بازار چاک بده. چاک چیه؟ چاک یعنی CHOCH. این همون اندیکاتور دومی است که اضافه کردیم رفقا. همون اندیکاتور دومی است. یعنی چی؟ این اندیکاتور دیگه اصلا شما نیازی نداری بیای دستی BOS مشخص کنی، چاک مشخص کنی. خیلی راحت به صورت اتوماتیک و دقیق. ببین دقیقه ها، این اندیکاتور واقعا دقیقه، میاد BOS و چاک رو برای تو مشخص میکنه به همین راحتی. پس من منتظر میشم قیمتم بره جلوتر و یک چاک به من بده. خب رفت جلوی، یه دونه چاک داد، یعنی روند بازار عوض شد. یعنی آقا جون میتونی بخری، تغییر ساختار رخ داد، یعنی روند نزولی من شد صعودی تو تایم پایین 1 دقیقه. تموم شد. تو چاکو دیدی، تمومه. چاکو دیدی چیکار میکنی؟ میای معامله خریدتو وا میکنی به همین راحتی، به همین سادگی. خب چیکار میکنیم؟ میایم حالا اولش یه دونه لانگ پوزیشن میاریم برای مشخص کردن چی؟ ریسک به ریوارد. میذارم روی چاکم. من اینجا معامله وا کردم دیگه، درسته؟ میام میذارم روی چاکم. استاپو میکشم کجا؟ استاپو میکشم، من یکم گلوم گرفته، ببخشید آب بخورم این مقدار. استاپو میکشم میارم روی آخرین لوی قیمتی خودم. ببین اصلا نوشته اینجا برات دیگه، اصلا با چشمم مشخصه دیگه، لویر لو. تموم شد رفت. اینجا استاپ من. خب بهت گفتم ریوارد چند میخوام، بهت گفتم ریوارد چند میخوام، ریوارد 4 میخوام، به همین سادگی. ببین این ماسک رو میگیرم میکشم بالا تا ریوارد 4.
به همین سادگی. ببین خوب دقت کن، اینجا معامله رو وا کردم، قیمت رفت بالا. خب میخوام نگاه کنی، رفت بالا، اینجا اومد، اینجا اومد، اینجا اومد، اینجا کجا ریوارد 4 رو من داد؟ اینجا دیگه ریوارد 4 رو به من به راحتی داد. میبینی؟ میبینی چقدر قشنگه؟ ریوارد 4 رو به همین سادگی به من داد. خب حالا یه سوال ممکنه برات پیش بیاد، میگه آقا حرف تو درست، اومدیم و قیمت تا اینجا اومد بالا، مثلا تا ریوارد 2 به من داد، برگشت قیمت. آقا من دست و پامو گم دارم میکنم و قیمت داره بر میگرده، قیمت تا ریوارد 2 رفت، تا ریوارد 3 رفت، خب داره بر میگرده ریوارد 2، ریوارد 1 داره نزدیک نقطه ورود هم میشه. ببندم؟ نه. چرا؟ یا قیمت بر میگرده ریوارد 4 رو بهت میده، یا بر میگرده استاپتو میزنه فدای سرت. اصلا مهم نیست، تو حق نداری، خوب دقت کن، تو حق نداری روی ریوارد 2 ببندی، روی ریوارد 3 ببندی. حواست باشه فقط و فقط ریوارد 4 از بازار میگیری، فقط و فقط ریوارد 4. حالا میخواد از ریوارد 3 3.5، ببین حتی از ریوارد 3.5 3.8 بخواد برگرده بیاد استاپتو بزنه به جهنم، برگرده، اصلا مهم نیست. تو حق نداری به ستاب معاملاتی خودت، در واقع داخل ستاب معاملاتی خودت تغییرات ایجاد بکنی، دست بزنی بهش یا اصلا ازش پیروی نکنی. اصلا حق همچین کاری رو نداری. باید مثل ربات باشی، مثل ربات معامله میکنی، یا ریوارد 4 رو بهت میده یا نمیده، یا استاپتو میزنه، تموم شده رفت. غیر از این دو تا حالت که نداریم، یا ریوارد 4 یا استاپ، تموم شده رفت. پس به همین راحتی تیپی خوردی. این مثال اول. بریم یه مثال دیگه بزنم براتون. تایمو عوض کنم، بیارم 1 ساعته. ارزو عوض کنیم. یورو یو اس دی. یورو یو اس دی. خب من از قبل مشخص کرده بودم واسه بک تستای خودم. ببین اینجا مثلا اینجا قیمت اومده ولی واکنش نشون نداده. خوب دقت کن، اینا رو نیای بگیری یا داره اصلا نگیری. یا ببین اینجا اصلا یه اوردر بلاکی، درسته؟ اینا رو حق نداری بگیری، یا حواست باشه. ولی این نکته دیگه که من یادم رفت بهتون بگم، قیمت باید برای بار اول به این اوردر بلاک واکنش نشون بده. حواستون باشه اگه مثلا قیمت اومد اینجا واکنش نشون داد رفت بالا، بعد تو اینجا دیدی قیمت میخواست بیاد اینجا واکنش نشون بده، حق نداری سوار معامله بشی. فقط و فقط ببین دقت کن، اوردر بلاک امکان داره تمام اوردرها رو اینجا فعال کرده باشه و برای بار دوم دیگه جواب بهت نده. پس این اوردر بلاک ها فقط و فقط یک بار مصرفن برای تو، فقط و فقط یک بار مصرفن. قیمت یه بار واکنش داد، واسه بار دوم حتی اگه تاییدیه تایم 1 دقیقه هم بهت داد، به هیچ عنوان ورود نمی‌کنی، به هیچ عنوان ورود نمی‌کنی. خب اینجا اصلا نرسیده، پس این اوردر بلاک فعلا مصرف نشده است. اگه قیمت در آینده رسید، من تاییدیه 1 دقیقه هم گرفتم، سوار بر معامله میشم. حالا ببین اینجا من اینجا رو بعد مشخص کردم. چرا؟ ببین قیمت اینجا اوردر بلاک زده، اینجا اومده بخواسته با شادو بزنه اما شادوش نگرفته. خب اشکال نداره، منتظر میشم در آینده قیمت واکنش نشون بده. به خوبی هم واکنش نشون داده. ببین اینجا رو دقت کن، من پاک کنم اینو. قیمت اومده با یه شادو اینجا واکنش نشون داده. من میام تایم 1 دقیقه اینجا رو مشخص کردم. ببین بعد مشخص کردم، میام تایم 1 دقیقه، تمام شده رفت. اومدم تایم 1 دقیقه ببینم چه اتفاقی افتاده. خب تایم 1 دقیقه. خب اینجا تایم 1 دقیقه منه. میبینم باید دنبال چی بگردم، با هم مرور میکنیم. تو تایم 1 دقیقه باید دنبال اندیکاتور دومم باشم که به من چاک نشون داده باشه. چاک یعنی تغییر ساختار.
یعنی از صعودی باید بشه نزولی که من تاییدیه برای ورود بگیرم. ببین چاک رو من اینجا نشون داد. تمام آقا چاک رو اینجا نشون داد، با این کندل اومد چاک رو به من نشون داد. من میام این کار رو انجام میدم. شورت پوزیشن رو میارم میذارم اینجا. استاپ هم کجا؟ روی های اینجا میشه. تمام شد و رفت. ریوارد چند؟ ریوارد 4. اینم از ریوارد 4. خب به همین سادگی ببین ریوارد 4 چقدر خوشگل من اینجا داد. ببین ریوارد 4 اینجا داد، رفت بالا، دوباره یه بالا زد، دوباره ریخت. به همین سادگی، به همین سادگی. پس متوجه شدی؟ ببین خیلی راحت، خیلی خیلی راحت. دیگه راحت تر از این دیگه نمیشه. تایم 1 ساعته. پوند ین. ببینیم اینجا چیزی داریم. پوند ین. ای بابا چی شد؟ چه اینجوری شد؟ آها اینجا رو نگاه کن، ببین چقدر قشنگه. خب تایم 1 ساعته. قیمت اومده اینجا یه اوردر بلاک واسه من زده، رفته بالا، به این اوردر بلاک واکنش نشون داده. خب من میام با این مربع اینجا رو مشخص میکنم. ببین به همین سادگی میام حالا تایم پایین ببینم تو این مربع چه اتفاقاتی افتاده، آیا تاییدیه میگیرم یا نه. خب ببینم تاییدیه میگیرم یا نه. این همون مربع منه. خب دقت کن اینجا رو. اینجا روند نزولی میاد اینجا، چاک رو نشون میده به من به همین سادگی. آقا من توی تایم یک دیگه چاک دیدم، تمام دیگه. یعنی تغییر ساختار. چی کار میکنی؟ میای لانگ پوزیشن رو میاری میذاری روی چاکت که اینجا ورود کردی، استاپت رو میذاری روی لویر لو. این لویر لو اینجاست، اینجا نذار، اینجا نذار. خب روی آخرین لوی خودت بذار که میشه اون لویر لو. تموم شده رفت، همون ال نمایش داده میشه. یه ریوارد 4 میخوام ازش، یه ریوارد 4. ریوارد 4 رو خورده شد. 4 رو میخوام دقیق باشه. 4 و 9 4 و 3 4 و 3 این اصلا زده یا نه، زده یا نه. موی رفته زده. بذار من 4 و 9 بذار من 4 و 9 بکنم. 4 تنها، 4 خالی، ببینم زده دقیق یا نه. میخوام دقیق بزنه واسه من. ببین حالا شما باید اسپرد رو لحاظ کنیم دیگه. 4 و 1 خوبه دیگه بابا، 4 و 1 خوبه. ببینم زده یا نه. اینجا زده دیگه، حالا شما در نظر بگیر زده. خب یه مقدار خیلی ریز مویی فاصله داره. میبینی چقدر قشنگ داره کار میکنه؟ میبینی؟ به همین سادگی، اصلا چیز خاصی نداره. اصلا برگرده استاپ بزنه مهم نیست. ببین ریوارد رو نگاه کن. تو ریوارد رو فقط به من نگاه کن. آقا ریوارد 4، استاپ 1، تیپی 4، استاپ 1، 1 در مقابل 4. تموم شده رفت. اصلا برگرده استاپ بزنه. استاپ زد فدای سرت. پوزیشن بعدی جبران میشه قطعا. نشد پوزیشن بعدی 100% جبران میشه. فقط و فقط افراد صبور تو این بازار برنده میشن. فقط و فقط افراد صبور، اونایی که عجله میکنن، میخوان سریع پوزیشن پیدا بکنن و
اصلا تاییدیه نمیگیرم، اونا محکوم به ضررم. حواستون باشه. میتونم یک ساعته ببینم چه اتفاقی افتاده. بله اینجا رو نگاه کنیم. البته اینجا ببین، اینجا رو خوب دقت کن، اینجا خیلی بده. ببین اینجا نه ورود بکنی که بگی آقا قیمت اومده اینجا اوردر بلاک زده، من اینجا ریخته ورود بکنم. نه، ببین قیمت اینجا داره بازی میکنه. قیمت اینجا اوردر بلاک منه دیگه، قیمت اومده داخل اوردر بلاک داره برگشته. این اوردر بلاک در واقع یه جورایی میشه گفت 2 بار داره استفاده میشه، 3 بار داره استفاده میشه. قیمت خیلی داخلش بازی کرده. این اصلا به درد نمیخوره. حواستون باشه این اوردر بلاک ها رو نگیرید. ببین اینجا یه بار اومده، تو باید اگه میرفت بالا، اگه برمیگشت مثلا از اینجا برمیگشت، تو میتونستی بگیری. اما اینجا نه، یه ذره رفته بالا، داره ریخته داخل اوردر بلاک، داره بازی میکنه، بد رفته بالا. اینا رو نگیر، اینا رو اصلا نگیر. خب اینجا ببینم چی داریم. آها، اینجا یه اوردر بلاک داریم. اینجا های واکنش نشون داده یا نه؟ ببین اومده با یه کندل واکنش نشون داده، با یه شادو واکنش نشون داده. ببین میخوام یک چیزی بهت بگم، این دیگه برمیگرده به ریسک پذیری خودت. من خودم به شخصه باشم اینو نمیگیرم. چرا؟ چون اولا اوردر بلاک من بزرگه، یه اوردر بلاک هم نسبتا بزرگه. خب دوم اومده با یک شادو زده. ببین خیلی فاصله هست اینجا. من اینو احتمال میدم که مثلا قیمت برگرده، بخواد اینو هانت بکنه، مثال میگم بخواد هانت بکنه بعد بره بالا. من اینو ورود نمیکنم خودم به شخصه، اما میبینی که رفته بالا، تاییدیه تایم 1 دقیقه هم بهت داده، رفته بالا. ولی من اینو الان تو مثالم نمیارم که بهت نشون بدم، چون من خودم اینو ورود نمیکنم. دروغ چرا بگم؟ ورود نمیکنم. من خیلی محتاطم. من دوست دارم خیلی شیک و مجلسی، استاپم کوچیک باشه، اوردر بلاک هم کوچیک باشه، قیمتم کندلم یه مقداری رفته باشه داخلش، ورود کرده باشه، بعد ورود بکنم. اما اینو من ورود نمیکنم. برای شما هم مثالشون نمیزنم. میام روی NZD/USD ببینم اینجا چه چیزی داریم. ببینم آها، اینجا رو نگاه کنین. اینجا دو اوردر بلاک داریم. خب قیمت اومده تایم 1 ساعت است، اومده اینجا یک دونه شادو زده به این. خب من اینجا رو مشخص میکنم، ببینم چه اتفاقی افتاد تایم 1 دقیقه. تایم 1 دقیقه چی داریم؟ خب اینجا به من چاک داده تایم 1 دقیقه. تایم 1 دقیقه چاک داده. میام به همین راحتی شورت پوزیشن رو میارم، استاپ رو میذارم روی این قسمت و یه ریوارد 4 میگیرم ازش. خب ببین قیمت هنوز اینجا بازار تمام شده دیگه. خب اینجا بازار تمام شده، اینجا آخرای بازار بوده. ببین تقریبا آره دیگه ساعت 14 تقریبا یک روز کاری بوده دیگه، ساعت 14 تا 21 نصف روز. میام یک روز، این نصف روز بوده که حالا یا میره استاپو میزنه. ببین اصلا مهم نیست، اصلا امکان داره بره استاپ بزنه، یا اصلا احتمال داره برگرده بیاد تی پی منو بزنه. اصلا مهم نیست. مهم اینه که من اون بالا اوردر بلاک دیدم. اوردر بلاک من نسبتا ببینم چه جوری بود. اوردر بلاک هم نسبتا خوبه. اوردر بلاک نسبتا خوبی هستش. برای به این نکته باید توجه بکنی. این نکته خیلی مهمه، باید توجه بکنی. ببین اینا که دارم بهت میگم
برای چیه؟ برای اینکه خطاهاتو کم بکنی. خب ببین اینجا اوردر بلاکه، اینجا هم اوردر بلاکه، اینجا هم اوردر بلاکه. یعنی چی؟ یعنی که آقا اینا هم قیمت رو یعنی برمیگردونن دیگه، یعنی این هم احتمالش وجود داره یه قیمت رو برگردونن، درسته؟ خب پس من اگه همچین چیزی دیدم خطامو میارم، در واقع میام ریواردم رو کوچیک میکنم، مثلا ورود نمیکنم، مثلا رو ریوارد 1 میبندم، درسته؟ ولی اصلا ورود نمیکنم. من خودم اگه همچین چیزی ببینم ورود نمیکنم، میگم آقا اینجا هم اوردر بلاکه، احتمال داره قیمت اصلا برگردونه حساب منو بزنه. خب چه کاریه؟ چه کاریه؟ ورود نمیکنم. نماد دیگه براتون بیارم. خب اینجا ببین اینجا رو میتونی ورود بکنی، اینجا رو میتونی ورود بکنی. قیمت تایم 1 ساعت هست، اوردر بلاک زده، ریخته تا اینجا، برگشته بالا، قیمت اینجا واکنش نشون داده. من میام اینجا رو مربع مشخص میکنم، قیمت واکنش نشون داده اینجا، میام تایم 1 دقیقه، تایم 1 دقیقه رو میارم. خب اینجا اولین واکنش من بوده دیگه، درسته؟ خب هایر های زده، میاد اینجا BOS میده، BOS یعنی ادامه میده، میاد اینجا دوباره، اینجا یه دونه چاک داد. ببین عذر میخوام ببخشید، اینجا یه دونه چاک داد به من، اینجا واسه من یک دونه چاک داد. خب چاک داد، میگم چاک دادی اشکال نداره، من اینجا میام ورود میکنم به معامله، یه دونه شورت بعد بگیرم، اینجا میزنم، اینو میزنم روی هایر های. هایر هایم کجاست؟ هایر هایم اینجاست، به همین سادگی. خب ببینم آیا استاپ منو زده، چون اونجا دیدیم رنج بود، ببین آیا استاپ خوردم؟ استاپ نخوردم. اگه استاپ میخوردم چی میشد؟ ببین دقت کن، خوب گوش کن، میخوام نکات ریز بهت بگم. اگه اینجا استاپ خورد، فرض اومد با یه شادو استاپ منو زد، آقا ناراحت نشو، اصلا ناراحت نشو، اتفاقا تو همین پوزیشن بمون، حواست باشه به چارت، به همین نماد حواست باشه. استاپ تو زد، خب منتظر میمونی. اگه حالا من فرض میگم استاپ خوردم، ببین من فرض میگیرم استاپ خوردم، آقا فرض میگم این کندون اومد با شادو زد استاپ منو، منتظر میمونم ببینم آیا به من چاک میده که این بشه هایر های جدید من، ببینم چاک به من میده، میاد جلوتر، میاد جلوتر، ببینم یه چاک به من داد. خب میام دوباره ورود میکنم اینجا، خب ورود میکنم، قیمت میاد جلو، میاد جلو. البته اینجا در واقعیت چیز منو زده، من حواسم نبود که بهتون توضیح بدم، چون در واقعیت اومده و استاپ منو زده، حواسم من نبود بهتون توضیح بدم. مثلا بذارید تو روند کاری خودمون بریم جلو. من جلوتر رفتم، اشتباه کردم. بذارید ریوارد 4 اول بکشم براتون. ریوارد 4. خب اینجا ببین، خوب دقت کن، ببین اینجا استاپ من خورده، اینجا استاپ من خورده آقا، خوب دقت کن. من اینجا ورود کردم دیگه، درسته؟ من اینجا ورود کردم، کجا بود دقیقا ورود؟ من اینجا بود، حواسم نبود، بخشید اینجا بود، گیج شدم این مقدار. من دقیقا اینجا بود دیگه آقا، چک اینجا بود، اینجا ورود کردم، اما اینجا استاپ خوردم. ببین اینجا استاپ خوردم، من اومد با یک کندل استاپ من رو زد، آقا اشکال نداره، استاپ خوردی اشکال نداره، این پس سوخت، تموم شد. من اینو برمیدارم، حالا میام دوباره سراغ معامله جدید از همین چارت. خب چه اتفاقی افتاده؟ اومده اینجا استاپ من رو زد، حالا باید بیام دوباره سراغ
چاک یا بی او اس بگردم. چاک یا بی او اس. اینجا که من چاک رو به من داد، ببین چاک رو داده یعنی روند نزولیه. خب خوب دقت کن، لزوما نباید به چاک بده، احتمال روندت نزولی باشه بهت بی او اس بده، چون بی او اس یعنی ادامه روند. خب چاک رو به من داد، رفت بالا، استاپ زد، صرفا با یه شادو استاپ زد، اومد جلو، بی او اس داد، تموم. وقتی بی او اس رو دیدی ورود میکنی، یه دونه شورت میگیری اینجا، استاپت میاد کجا؟ استاپت میاد روی هایر های، روی هایر های یا روی این کندلی که حالا استاپ خورده. من میذارم روی اون، خیالمون راحت تر باشه. خب یه دونه ریوارد 4 خیلی خوشگل و تر و تمیز میبینیم که بهمون داده. پس ناامید نشو استاپ خوردی. ببین اگه استاپ خوردی ناامید نشو. 2 تا سناریو پیش میاد تو این حالت، تو همون اوردر بلاک ها. خب تو همین اوردر بلاک ها 2 تا سناریو بیشتر برات پیش نمیاد. یا اوردر یا قیمت اوردر بلاک تو رو میشکنه که اگه بشکنه اوردر بلاک خودکار حذف میشه، یعنی این اندیکاتور خود به خود حذف میشه و تو دیگه اون اوردر بلاک رو نمیبینی. یا اینکه قیمت میاد استاپ هانت میکنه، از جایی که تو ورود کردی میاد استاپت رو میزنه. خب پس 2 تا سناریو داریم، اصلا میاد میشکنه میره، استاپت رو میزنه و اون اوردر بلاک هم نابود میکنه. یا اینکه مثل اینجا میاد استاپت رو میزنه و به تو دوباره تاییدیه ورود میده. تو اونجا میتونی چیکار کنی؟ تو اونجا دوباره میتونی ورود کنی به معاملت، چون احتمال داره استاپ هانت کرده باشه از عمد، چون میده استاپ هانت وجود داره، میاد استاپ هانت میکنه و تو میتونی اینجا ورود به معامله بشی، وارد معامله بشی. به همین سادگی میبینی که تو دفعه دوم بهت ریوارد 4 رو به سادگی آب خوردن داده. من این مثال دیگه بزنم، مثال آخر باشه. بیام روی کد جی پی وای. خب اینجا که هیچ چیزی اتفاق نیافتاده فعلا، اوردر بلاک زدیم ولی قیمت برنگشته بهشون. این ارز رو عوض کنم، اینجا هم چیزی نداریم. خب برم اینجا اصلا واکنش نشون نداده، اینم عوض کنیم. USDJPY رو بیارم ببینم چیزی داریم یا نه. اینجا هم نه چیزی نیستش. یورو فرانک اینجا هم چیز به درد بخوری نیست. شاید مثلا بگی این چی؟ اینو نمیگیری؟ ببین خیلی ریزه، این اصلا یه جوریه. ببین یه اوردر بلاک خیلی ریز و درب داغونیه، اینو اصلا نگیری بهتره. میشه بگیریشا، نمیگم نگیر، ولی من نمیگیرم اینو خودم به شخص. من اوردر بلاک درست حسابی رو میگیرم. اینجا هم که اینو هم میتونی بگیری ولی من نمیگیرم به شخص اینو. من میذارم که من قیمت استراحت کنه بعد بره برگ بهش واکنش نشون بده. مستقیما اگه ریخت واکنش نشون داد نمیگیرم، من خودم من نمیگیرم. شاید هم کار من اشتباهی که نمیگیرم.
نمیدونم. به هر حال شما میتونی بگیری اگه میخوای. بیام یورو پوند ببینم اینجا که اصلا خبری نیست فعلا. زمان ویدیو هم طولانی شد. آها CAD USD. خب ببین این هم یه کاملا مشخصه دیگه. این بازار خیلی داغونی هم بوده. CAD USD چه کندلش اینجوریه، خیلی داغونه. حتی تو این بازار داغون هم جواب داده. ببین اینجا اومده واکنش نشون داد. خب اینجا اولین واکنشش بوده دیگه. جا رو مشخص کردم. میام 1 دقیقه ببینم تو 1 دقیقه چه اتفاقاتی افتاده. چرا اینجوریه؟ یه لحظه اشتباه نیاوردم من. من 4 تا عوض بکنم. این اصلا یه جوریه، اصلا به هم ریخته است. یوروکد آوردم براتون یا نه؟ یوروکد چی داره؟ چیزی نداره فعلا. یه لحظه من چیزو بیارم، شاخص ها رو بیارم ببینم شاخص ها چیزی دارم برامون. ببین چقدر خوشگل. نزدک هم مثال بزنیم و بریم سراغ کار زندگیمون. ببین اوردر بلاک اونجا رو خیلی خوشگل یه اوردر بلاک زده، قیمت اومده واکنش نشون داده. ببین اوردر بلاک، ببین چقدر قشنگ، چقدر خوشگل. مربع رو میگیرم میکشم اینجا واکنش نشون داده. 1 دقیقه ببینم چه خبره. میرم تا 1 دقیقه میبینم که بله قیمت اینجا واکنش نشون داده. و اینجا واسه من یه دونه چاک زده. میام لانگ پوزیشن رو میذارم اینجا. استاپ رو میذارم اینجا یا میذارم کجا؟ اینجا. تو حالا هر جای دوست داری بذار. کجا امن‌تره؟ ببین امنیش کجاست؟ امنیش خیلی طبیعی که اینجاست. لور 2 میای ریوارد چارت رو مشخص میکنی به همین سادگی. تا چه ریواردی بهت داده؟ فعلا تا ریوارد 2 بهت داده، ولی ما ریوارد 4 میخوایم. برم جلو اینو مشخص بشه ببینم کجای کاریم. انصافا اوردر بلاک خیلی قوی هم بوده، یعنی انتظار دارم قیمت قشنگ بره ریوارد این تارگت منو بزنه، تارگت 4. ببین یعنی انتظار دارم قیمت اینجا بره بالا. حالا یا استاپ میخوریم یا تیپی میخوریم، اصلا مهم نیست. مهم اینه که آقا ما
در آخر سودده هستیم. اینم از این مورد. امیدوارم این استراتژی ازش استفاده بکنید و تمام پراپاتون رو پاس بکنید. موفق باشید.